چرا نامه را نخواندی پاشا؟ شرمنده ام. چرا؟ سرورم، دیوانه مدعی است که از شما طلب دارد. او همینجاست؟ اینجا سرورم. او را داخل بیاورید. اطاعت سرورم. آقا را راهنمایی کنید. بفرما، خواستت چیست؟ سرورم، شما به من بدهکار هستید. من چگونه بدهکار شما هستم؟ سرورم، بنده به تجارت مشغول بودم و ورشکست شدم تا به گلو در قرض غرق شده بودم. سرورم، هر شب به درگاه خداوند دعا می کردم. سؤال سرورم در مورد طلب شما بود. همان گونه که گفتم، هر شب به درگاه خداوند دعا می کردم. سرورم، دیشب پیامبرمان علیه السلام را به خواب دیدم. صلی الله علیه و سلم. و من فرمود به حمید ما بگو او هر شب با صلوات و سلام از ما یاد می کرد، اما دیشب یادش رفت. فرمود نزد او برو و حاجتت را از او بخواه. چه فرمود؟ حمید ما این را بگیر. آیا دوباره گفتم می توانی چه فرمود؟ حمید ما این را بگیر فرزندم. بار دیگر بگو فرزندم. وقت پیامبرمان را به خواب دیدم، فرمود حمید ما. بگیر. بار دیگر بگو فرزندم. حمید ما. بگیر فرزندم. فرزندم، آیا هنوز کافی نیست؟ ای پاشا، کافی است. به سلامت. سرورم، نزدیک بود تمام پولهایت را بردارد. چه میگویی ای پاشا؟ والله بالله، اگر تمام ثروت و سلطنتم را میخواست به او میدادم. دیشب سر کار بودم، کنار میز کار خوابم برد. فراموش کردم که بر پیامبرم صلوات بفرستم. اشتباه کردم ای پاشا، الله مرا عفو کند.